مامان چیزی نگفتی که؟ نه نگفتم. سرکان پسرم تو چیکار کردی؟ مامان همش یه اتفاق بود، نمیتونستم ایلول رو تنها بذارم. شامپو گیاهی انار و روغن هسته انگور حصه، عصاره‌ای از طبیعت. پاتریکس، خالق لبخندی بی همتا. بیا تو چی کار میکنی؟ نمیبینی چرا قرمزه؟ آره الان من کار خیلی بدی کردم نه؟ ای بابا. خیلی خوب این دفعه میبخشمت، برو. آقا چرا میبخشی؟ نبخش منو، بگیره ببر بنداز زندان. آقا تو رو خدا باید منو دستگیر کنی. خیلی خوب بخشیدمت، برو. جمره جون واقعا ازت ممنونم، خیلی بهم کمک کردی، انگار خیلی از مد سرت میشه. من ازتون متشکرم، خیلی بهم خوش گذشت. قبلا همه زندگیم تو مد خلاصه میشد، ولی الان همه چیز به نظرم مسخره میاد. نه چرا این حرفو میزنی؟ به نظرم میتونی در آینده تو همین زمینه کار کنی. نمیدونم. نه بابا فکر نکنم. خب من دیگه برم تو. خداحافظ. خداحافظ عزیزم، مواظب خودت باش. جمری هلی واقعا که دختر مگه قرار نبود همدیگه رو تو استانبول ببینیم؟ نه اینکه فقط تو تعطیلات دوست باشیم. هرچی زنگ میزنم موبایلت خاموشه، تو فیسبوک هم نمیای. تو اینترنت نمیرم. مامان تینا چطورن؟ خوبه. هم مامانم خوبه هم بابام. توفیق کجاست؟ هنوز نیومده. معشوقه شوهرم تویی؟ خانم محترم چی دارین میگین؟ دارم میگم زنی که زندگیمو خراب کرده تویی؟ خدا ازت نگذره. خانم لطفاً آروم باشین. فوزون تو برو. درست زمانی که بچه هم به پدر نیاز دارن اون چی کار میکنه؟ اینجا با دخترایی که نصف سنشو دارن خوش میگذرونه. نازان اینجا چی کار میکنی؟ سرکان چی شده؟ باید تنها صحبت کنیم. شب میبینمت عشقم. این زنه معشوقته؟ خب این که جوون نیست، همسن منه. نازان تعریف کن ببینم سرکان چه شده. فهمیدم آقای پلیس، خیلی خیلی ممنونم، ببخشید که تا اینجا بهتون زحمت دادیم. نه من که کاری نکردم، ولی شما مواظب این دختر باشی. چشم حتما، ممنونم. روز خوش.
دختر تو دیوونه شدی؟ چرا وقتی چراغ قرمز از خیابون رد میشی میخواستی خودتو بکشی؟ آره؟ حالا که چراغ قرمز رد کردی چرا داد میزنی میگی منو بندازی زندان؟ این کارو کردم که مادرم نجاتم بده. آخه هر وقت تو درد سر میافتم بهم زنگ میزنه. دیگه تکرار نشه، برو. ساغر خوبی؟ نتونستم یه جوری خودم رو تو درد سر بندازم. خدایا چرا با من این کارو میکنی آخه؟ ببین ساغر، اگه گریه کنی میگیرم میزنمت. ساغر اوه، تو که داری گریه میکنی. تو رو خدا ناراحت نباش. سوگل، یه ماشین خفن اومدی دنبالت. این تموم شد، نوبت منه. ببین مارال، میزنم لهت میکنم. اصلا میخورم دروغ نمیگم. برو پای خودت ببین. من میرم یه نگاهی بندازم و بیام. خاله صدا جون، خوش اومدی. ممنون عزیزم. چطوری عمو علی؟ ممنون. تو خوبی؟ خوبم. سوگل، ما میخوایم امشب شام با هم باشیم. از دستیاری مدیرت هم اجازه گرفتم. تازه علی خیلی خوب کباب درست میکنه. نظرت چیه؟ خیلی دوست دارم ولی ساغر خوب نیست. نمیتونم اینطوری تنهاش بذارم. سوگل جون، اگه بخوای میتونی دوستتم بیاری. اونم حالش بهتر میشه. نظر چیه؟ میشه؟ چرا که نه. اگه دوستای دیگه هم داری میتونی اونا رو هم بیاری. مشکلی نیست. باشه، پس من بهشون خبر میدم. خوبه. اینا کیان؟ واسه خودت خانواده پیدا کردی؟ چیه؟ حسودیت شد عزیزم. برو کنار. بی چی حسودی کنم؟ طرف مرده؟ من از کجا بدونم توفیق؟ حتما مرده. اول بهش چاقو زدن، بعدم با سنگ زدن تو سرش. دافنه همه چیزو برام تعریف کرده. آروم باش نازم، نباید هول بشیم. بذار اول اصل ماجرا رو از سرکان بشنویم. باشه؟ دارم بهت میگم سرکانم اونجا بوده توفیق. گفت منم شریک جرمشونم. ای بابا، آخه این پسر چه ارتباطی با اونا داره؟ اونجا چی کار میکرده؟ دارم دیوونه میشم. اگه به عنوان پدرشون بالا سرشون بودی هیچ کدوم از این اتفاقات نمیافتاد. توفیق، من دیگه از پس بچه هم بر نمیام. سرکان و دافنه به حرفم گوش نمیدن. خواهش میکنم برگرد خونه.